بیاین در رابطه با برنامه خوب اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بیشتر بدونیم. امکانات چقدر فراهم است برای جذب مسئولین جوانای عزیزی که بیان در حرفه‌هایی که دوست دارن یا مشوق هستن بیان بیاموزن؟ الحمدلله ما مشکل نداریم در هیچ لیسه و اینستیتوت. طبعا دیگه تکنولوژی و روز به روز پیش میرن. باز هم داریم وسایل الحمدلله هست، مشکلات نیستن، ما مشکلات خاص نداریم. از اهمیت این نمایشگاه بگوین که در این نمایشگاه همه جوانای عزیز، کسایی که خلاق هستن، حرفه‌های خوب دارن، دستاورد خوب دارن، میآین و میتونن که به جهانیان نشان بدن. به این خاطر این نمایشگاه صورت میگیره که دنیا هم بفهمه، خود افغانای ما هم بفهمه که ما چه جوانای مبتکر و خلاق داریم. از علوم عصری میشه یاد بکنیم به علوم دینی، از علومات اسلامی و عصری که چقدر شاگردا دانستن که علوم عصری معاصر بیاموزن و بفهمانند خود و کارهای جدید پیش بگیرن. این موضوع خیلی مهم است، پیچیده هم است، اما برداشتش به نظر ما اهمیت داره. مثلا علوم دینی و عصری، این ما از طریق تلویزیون شما از تمام کسانی که علیه یعنی علوم عصری انتقاد داره یک دلیل میخوایم. همین دلیل برای ما پیش کنه که کدام اصل وجود داره که علوم دینی از عصری جدا میشه. اولین آیت قرآن کریم که نازل شده، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. از این چی که ما شروع کنیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، خود دینی همین چه خلاص میشه، تا خلق هم نمیرسه. به خاطر که وقتی که ما در تخلیق میریم، در خلقت انسان خو ارتباط پیدا میکنه به زمین که خودش مثلا جیولوژی است، مثلا بیولوژی است. چی رقم خلقت صورت میگیره؟ من علق چی است؟ از چی ترکیب شده؟ چی رقم؟ ما نمیتونیم علوم عصری را از دینی جدا کنیم. اصل وجود نداره که علوم عصری از دینی جدا شه، مگر یک چیز، هم در او بعد دینیش هم در بعد علم الابدانش، یعنی عصری که ما شما میگم، در حالی که یک تکس دو طرف داره، یک طرفش یک قسم لازم ملزوم هم دیگر هستن، هیچ امکان نداره مثل سایه و انسان نمیشه او از جدا کرد. منتها یک چیز در بعدش است که یک طرفش شیطانی است و دیگر طرفش هم رحمانی است. یکی به ضرر اسلام و جامعه است، یکی به فایده اسلام و جامعه است. ما نمیتوانیم، هیچ امکان نداره. ولی مثلا خداوند گفته و اعیدوا لهم استطاعتم من قوه. قوه را فیزیک تعریف کرده، ما شما میفهم قوه چی است. مثلا ما ناچور شکست دادیم، ما چند سال پیش بلاک شرقی را شکست دادیم. خود توسط چی بود؟ ناچور را توسط بشکه شکست دادیم. بشکه چی است؟ امی سرش چه قسم است؟ داخلش کدام مواد جمع شده؟ چی رقم اون تانگ بالا میکرد؟ مثلا سه چیز بود: فیزیک، کیمیا، ریاضی. هیچ امکان نداره از این خارج کنی. مثلا ترکیب بود، تعامل بود، محاسبه بود. چی رقم فشار میداد؟ تانگای ضد ما شما دیدم، تانگای ضد من آورد، موادش ما اضافه کردیم. مواد که اضافه شد خوب چی بودی؟ همون فیزیک بود، باز کیمیا، همین دو تعامل بود و مثلا محاسبه بود، ترکیب بود. یعنی سه چیز بود که را بالا کرد. ما چی رقم امکان داره که مثلا علوم عصری را یا ساینس از اسلام بکشیم؟ نمیتونیم.